سلام، من غزال نیاپرست هستم. در کنار دوستانم آرش اسلامی و مهتاب توانا امروز میخوایم بازی اسپین رو براتون توضیح بدیم. اسپین الهام گرفته از اسب‌های کاسپین که اسب‌هایی هستن که قدیمی‌ترین ژنومشون در شمال ایران و در گیلان شناخته شده و قصه این بازی هم از شهری به اسم شهر رضوانشهر شروع شده که در گذشته به اسم چهارراه رزوندی، درست میگم؟ چهارراه رزوندی شناخته می شده و اونجا جایی بوده که 4 تا منطقه در واقع جنگل‌های کوهستانی، دریا و ساحل و شرق و غرب به همدیگه می رسیدن و اون ایده رو هم ما توی در واقع صفحه بازی اسپین پیاده کردیم. آرش میتونی در مورد مکانیزم بازی و خود بازی برامون یکم توضیح بدی؟ بازی رقابتیه و سبک انتزاعی هست. 1 تا 4 نفر میتونن بازی بکنن، یعنی 1 نفر هم میتونه تنهایی بازی کنه و بریم برای آنباکسش و دیدن قوانین بازی. بریم ببینیم محتویات جعبه چیه. چهار صفحه بازی رو داریم که این صفحه ها به شکل پازلی، جنگل، کوه، دریا و شالیزان، دفترچه بازی و هر کسی برای خودش 6 عدد مهره اسب داره. چهار عدد تاس داریم و یه دسته کارت داریم که این کارت های چیدمان اولیه هستن. خب بریم برای قوانین. خب میریم برای چیدمان اولیه و قوانین بازی. همطور که میبینید این صفحات رو من به هم دیگه وصل کردم. هر کسی یه رنگ اسب برای خودش انتخاب میکنه. رنگتون انتخاب، منم کرم رو برمیدارم و بازی اسپین همطور که گفتم 1 نفره، 2 نفره، 3 نفره و 4 نفره بازی میشه. بهترین مدل بازی 2 نفره یا 4 نفره است. هر کسی اسب‌های خودش رو تو ناحیه‌ای که انتخاب میکنه میچینه. چطور میچینه؟ بر اساس این کارت‌های چیدمان. این کارت‌های چیدمان همطور که میبینید محل قرار گرفتن اسب‌ها رو مشخص کرده توی صفحه بازی و نسبت به مرکز بازی که چطور قرار بگیره و یه آیتمی هم وجود داره. یه سری دایره های اینجا هست که مرحله رو مشخص میکنه، مرحله 1، مرحله 2 یا مرحله 3. هر چقدر که تعداد این نقاط بیشتر بشه چیدمان حرفه‌ای‌تر و سخت‌تری خواهد بود. و اینکه یه کارت هم ما داریم به اسم چیدمان 3 نفره. به خاطر اینکه بازی بالانس باشه تو حالت 3 نفره ما مهره‌های نفری که غایب هست رو به این شکل داخل صفحه میچینیم که الان ما چیدمانمون رو انجام میدیم. من فکر می‌کنم اگر که ما اینطوری بذاریم بینمون خیلی خوب باشه. خب ما چیدمان رو انجام میدیم. بعد اول چیدمان بعد نفر سومش رو بذاریم. شما سیاهی؟ نه این نفر سوم. 4 تا اسب براش نظر گفتیم؟ بله 4. طبق این در واقع دستورالعمل ما باید 3 تا مهره اسب اینجا بچینیم و 1 دونه مهره رو اینجا بذاریم. تو حالت 2 نفره 2 نفر روبروی هم قرار میگیرند. تو حالت 4 نفره تمام صفحه پر میشه و تو حالت 3 نفره هم 1 نفر ثابته. حالا بر مبنای یه پترن ساده که پترن اولیه هست همه چیدمانمون رو انجام میدیم. اینجاست. بله. اگر که کم کم توی بازی حرفه‌ای بشید میتونید خودتون هم چیدمانی برای خودتون به هر شکلی در نظر بگیرید. تو مرحله اول سعی بکنید که چیدمان همه نفرات مثل هم باشه و تو حالت خیلی حرفه‌ای هر نفر میتونه ابتدای بازی چیدمان خودش رو کاملا داشته باشه. خب همه مهره‌ها چیده شدن و
هر کسی یه تاس برای خودش برمی‌داره، تاس نفر سوم رو از بازی خارج می‌کنیم و همزمان تاس می‌ریزیم. کسی که تاس بیشتری بیاره شروع کننده بازی خواهد بود و این تاس ها کنار صفحمون میمونه تا قوانین بازی رو براتون توضیح بدم. خب هدف بازی اینه که هر بازیکنی تمام اسب‌های خودش رو به ناحیه قدسی مقابل ببره. یعنی من باید تمام اسب‌هام رو ببرم به این ناحیه، غزال باید از این ناحیه به این ناحیه بیاره و مهتاب هم اسب‌هاش رو به این ناحیه بیاره. این که اسب‌ها با چه آرایشی به ناحیه هدف وارد میشن اصلا مهم نیست. فقط مهم اینه که تمام اسب‌ها وارد ناحیه هدف بشن. اسب‌ها فقط میتونن عمودی و افقی حرکت بکنن و ما حرکت اولیپ نمیتونیم انجام بدیم. اما برای اینکه اسب‌ها حرکت بکنن حتما باید بپرند و از روی یک و فقط یک مانع میتونن بپرن. به این شکل که این اسب من میتونه از این مانع بپره و هر جایی رو انتخاب بکنه. این که ما چقدر قبل مانع و چقدر بعدش فضای خالی داشته باشیم دست خودمونه. یعنی من میتونم اینو از اینجا حرکت بدم، اینجا یا هر جایی که میخوام بذارم، یا میتونم این مهره که یه فاصله بیشتر نداره رو ببرم به هر جای قرار بدم. اگر که مثلا من یک مهره اینجا داشته باشم میتونم از اینجا حرکت بکنم و اینطوری ببرم. در واقع تمام مهره‌های خونه‌های خالی بعد از چیزی که از روش پریدیم بله میتونیم بشینیم. بله، تعدادش اصلا مهم نیست چه فاصله‌ای داشته باشن، نه قبلش نه بعدش. گفتم که باید از روی یک مانع بپرن. ما میتونیم از روی اسب‌های خودمون و اسب‌های سایر بازیکنان بپریم. منتها یادتون باشه که تو هر نوبت فقط یک حرکت میتونیم انجام بدیم و اینکه انجام دادن حرکت اجباریه تا موقعی که حرکت داشته باشیم. اسب‌ها عمودی و افقی از روی موانع میپرن و ما یه مانع دیگه هم داریم که همون تاسمونه. اول بازی هر کس تاس خودشو تو ناحیه خودش تو هر نقطه‌ای میتونه قرار بده. این تاس‌ها برای ما به منزله یک مانع کمکی عمل میکنه و اگر که ما یه طوری فضامون باشه که خیلی همه اسب‌ها نتونیم حرکت بدیم، میتونیم تاس رو طوری قرار بدیم که کمکمون بکنه. به عنوان مثال من این تاس رو میتونم اینجا بذارم. شما هم بچه‌ها هر جایی که فکر میکنید. خب ما تاس رو از همون عددی که اول تاس اومده گذاشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا شمارندن. اگر من از روی این تاس اینطوری بپرم، این یه عدد کم میشه و از 5 4 میشه. اگه دوباره بیام بپرم، این از 4 3 میشه. تا موقعی که تاس 1 باشه، اگر از روی تاسی که 1 بپرید، تاس از بازی خارج میشه. گفتم که از روی یک مانع و فقط یک مانع میتونید بپرید. اگر که 2 تا مانع کنار هم باشن، برای مثال تو این حالت من نمیتونم از روی موانع بپرم چون تعدادش 2 تا شده، یا اینجا تو این حالت من نمیتونم اینطوری بپرم. حتما باید بعد 2 تا مانع داریم، حتما باید از روی یک مانع بپرم و در واقع این اسب میتونه بیاد اینجا بشینه. دقیقاً نمیتونه بعد تاس بشه. دقیقاً. فقط یه خونه برای جابجایی داره. بله، و بدون مانع هم نمیتونید بپرید. پس برای حرکت مرور میکنیم. فقط از روی یک مانع میتونید بپرید، با هر فاصله‌ای فقط عمودی و افقی میتونید حرکت بکنید. پریدن از روی اسبتون، اسب دیگران و تاس‌ها هم مجاز هست. تو این بازی هیچ اسبی از بازی بیرون نمیره، یعنی اسبا تا آخر بازی سر جای خودشون میمونن و کسی که زودتر برسه به ناحیه قدسی، بازی بلافاصله تموم میشه. برنده کیه؟ برنده کسی که زودتر برسونه تمام اسبش رو ببره توی زمین مقابلش. دقیقاً. بذاریم که من یک 4 2 بذار. من تاسمو میذارم اینجا، نه اینجا میذارم. خب آخرین کسی که از سوار شده؟ نه، کسی که بیشتری تاس آورده. کسی که بیشتری تاس. پس بازی از منه و ساعتگرد یا پادساعتگرد؟ ساعتگرد بازی. در واقع من باید اسب‌های خودم رو از اینجا ببرم اینجا. حالا یا باید این شکلی حرکت کنم یا این شکلی، فرق نمیکنه. یا ترکیبی از اون. خب تاست بسش.
نفر غایب که تا آخر بازی ثابته و مهتاب. بله خب من میام اینجا. بسته به اینکه حریفاتون بخوان دفاعی بازی کنن یا هجومی، ممکنه بازیتون کاملا ساده یا کاملا سخت باشه. تکرار پذیری خیلی بالایی داره بازی و کاملا استراتژی پذیره. از دو تا رد شد. بله خب ببخشید نمیخواستم این دست شما درد نکنم. تاسی منم سوزون میگیم. این تاس چون یک بود از بازی خارج میشه. بلا فاصله بازی تموم میشه و فقط یه نفر اول داریم. امیدوارم که از آموزش بازی لذت برده باشید. اگر هر سوالی داشتید با ما تو شبکه اجتماعیمون بازیپدیا.me تو اینستاگرام لطفاً در میون بذارید و متشکرم. مرسی. خدا نگهدار.